السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خواهران عزیز، من یک شهروند جمهوری تاجیکستان، زاده جمهوری تاجیکستان می باشم که وقتی که به واسطه اینترنت مرگ این طفلک بیگناه تاجیک را دیدم، دلم نگذاشت که بی‌طرف باشم و پیش از همه می خواهم که با پدر و مادر این عمرجان پنیوها که روز 13 اکتبر از طرف پلیس شهر سنت پترزبورگ داشته و در یکی از اتل‌های سنت پترزبورگ و قتل رساندن، تعزیه خودم را بیان کنم و مراجعت به تمام خلق جمهوری تاجیکستان میکنم که در قضیه مرگ طفل پنیوهای بیگناه عمرجان بی‌طرف نباشند، زیرا که این طفل هر یکی ما تاجیکان است. مرگ این طفل مرگ ما تاجیکان است و میخواهم که از حکومت جمهوری تاجیکستان احترامانه خواهش کنم که درباره مرگ طفل بیگناه بی‌طرف نباشند، قضیه این طفل بیگناه را تا به آخر ببینند و شخصانی که در مرگ این طفل پنیوهای عمرجان بیگناه دست دارند آنها را هم رو یک به یک به مجازات بکشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.